سلام از ادب و احترام خدمت همه همراهان خودم در کانال سید مکانیک. حالتون چطوره؟ خوب باشین انشالله. امروز میخوام در مورد یه مشکل یا بگم یه نشانه خیلی مهم صحبت کنم. عکس رو واسهتون گذاشتم، نگاه کنین. لوله خرطومیا، لوله هواکشای پراید، دو تا تیک است دیگه، سر هم وصل میشه. دقیقاً وقتی کاپوت میدین بالا جلو چشمتونه، درسته؟ شما اگه اینو باز کنین، پیچای بستاشو با دو تا قطعه ساده رو باز کنین، توش انگشت بکشین این ور اون ور، دو طرف یا دو تا کشو جدا جدا دست بکشین، ببینین توش روغنیه، روغن دستتون چرب میشه، کم زیاد یا بیش از حد. اینا دلایل داره، دلایلی مهمی که داره موتورتون مشکل میخوره، باید حل بشه. اما تو یک کلیپ من در مورد چپقی پراید صحبت کردم، گفتم اگه چپقی پراید خراب باشه، سوراخش بند باشه، نمیدونم از پایین فوت کنین از بالا باد نیاد که اون ایراد خود چپقی بود، اما اگه چپقی مشکل داشته باشه این اتفاق توی هواکش میفته. اما اگر چپقی مشکل نداشته باشه، که اگه چپقی چون مشکل داشته باشه و بند باشه، هیچ اتفاقی رفت آمد ایجاد نشه، باعث روغن زدن میشه، با تو همین هواکش روغنی دیده میشه. اما اگه چپقی ایراد نداشته باشه علائمش چیه؟ اینو توضیح دادم که بعضیا نگن چطور تو قسمت چپقی سید مکانیک گفته که هواکش به این طریق چرب میشه اگه چپقی ایراد داشته باشه. اما تو این قسمت میخوام بگم جمع شدن روغن داخل لوله هواکش واسه چیه. یکی از دلایلش اون چپقی است. اگه چپقی اشکال داشته باشه، دو طرفش بند باشه، این اتفاق میفته. اما اگه اون نوع کرده باشین، سالم باشه، اتفاقات دیگه دلیلش چیه؟ خب یک، اگر روغن زده باشه داخل این هواکش، روغنی باشه، یکیش خرابی رینگ و پیستونه. اگه میبینین روغنش کمه، چون هنوز اوله، هنوز رینگ پیستون زیاد مستهلک نشده، رینگ داره روغن رد میکنه، هوای روغن رو رد میکنه، خود روغن رو رد میکنه و اینجاست که رینگ ضعیف میشه به مرور زمان. دو، اگه دیدین زیاد روغن زده، شکستن رینگ و پیستونه. وقتی زیاد روغن زده باشه، یا شکستگی یا ترکایی که در رینگا ایجاد شده و روغن خوب رد کرده و هنوز موتور به سر و صدایی نیفتاده، تلق و تلق، چون رینگ که بشکنه ماشین که صدا هم داره. اما اگر به صدا نیفتاده باشه و روغن سوزیش زیاد شده باشه، داخل این چرب میشه. چپقی هم که توضیح دادم، چپقی اگه خراب باشه این اتفاق میفته. اما اگه همه اینا که تا اینجا گفتم سالم بود، یه نکته مهم، شما وقتی میرین تعویض روغن میریزین، روغن تعویض روغن کار که داره میریزه، خب میدونه باید 3.5 لیتر بریزه، چقدر بریزه، با فیلتر بدون فیلتر. ممکنه یه دفعه شما حواستون نباشه، خودتون سر موتور روغنی ریخته باشین، یه کم نیم لیتر، بگین این 2 استکان روغن اشکالی نداره، یا خودتون تو خونه روغن عوض کرده باشین. اگه روغن اضافی هم تو موتور بریزین، این اتفاق میفته، حتی اندازه 1 استکان. اگه روغن اضافی علاوه بر اون چیزی که تعیین شده کارخونه برای موتور تعیین کرده ریخته باشینم، این اتفاق میفته. و اگه باز همه اینا سالم بود، دلیلش چیه؟ آقا چپقی درسته، این قطعاتی هم سید مکانیک گفت درسته، چیز دیگه هم به ذهنش نرسید، همینا رو گفت درسته. برای چی پس ماشین من همیشه توش چربه، هیچ مشکلی هم نداره، ماشین خوب داره کار میکنه؟ آقایون، در حین رانندگی یکم اون فرهنگ درست دنده عوض کردن رو تمرین کنین. ببخشید بلا نسبت خیلیاتون، من خودم شاید این اشکال داشتم تو رانندگی. تو جاده‌ام ماشین تو سربالایی، اما تو دنده پنجم ماشین دور برداشتی، تو دنده پنجم ظاهرا ماشین خیلی خوبم داره راه میره تو دنده پنج، اما در اصل داره فشار بالاش میاد، یعنی دنده مرده داره میره، داره گازو میدین داره میره. اما اگه 4 بزنی، ماشینت با قدرت میره بالا، فشار رو رنگ و پیستونت نمیاد. اما شما داری با دنده مرده میری و همچنان داره زور میزنه، رینگو ضعیف میکنه و گاگودایی روغن رد میکنه. نکنین این کارو. یه جایی هست ماشین با دنده 4 داره میره، اما در اصل باید با 3 بره. خودت متوجه میشی گاز میدی، ماشین انگار که شل داره راه میره، انگار که زوری بالاش نیست، اون زور موتور رو حس نمیکنی. ماشین رو نذارین تو موقعی که فشار سنگین، خانواده سوارن، باری رو صف گذاشتین، تو صندوق پر کردین، تو سفر، تو سربالایی‌ها به خصوص، دنده مرده یعنی که فشار بالای موتور نیاری. این دنده مرده راه بردن ها باعث میشه یه دفعه روغن سوزی شدید بشه، داخل این هواکش هم روغن بزنه و در نهایت از اگزوز بزنه بیرون، خلاصه آب روغن قاطی کنه. خیلی از آب روغن قاطی کردن ها، خیلی از موتور تامین اساسی شدن ها، دلیلش همین اشتباه رانندگی ما هست. اگه درست رانندگی، خیلی وقتا موتوری می ماشینی هست شاید دیده باشیم بگن آقا 10 سال موتورش باز نشده، رانندش خیلی محتاط بوده و با احتیاط و با درست دنده رو عوض. یکی از اصول درست در رانندگی دنده به موقع عوض کردن و معکوس کشیدن و
مورد راه نرفتنه. الهی سالم باشین و سلامت، حمایت ما یادتون نره، زنگوله سابسکرایب، خدایا رو نگهدارتون.